این رکورده استقلال رو هیچ تیمی حتی نزدیکش هم نمیشه. استقلال تهران تنها تیم ایرانیه که یه زمانی بعد از رئال مادرید دومین تیم ثروتمند جهان بود و اولین تیم ایرانی که از 1000 امتیاز توی لیگ برتر گذشت. استقلال لقب پرتماشاگرترین بازی قاره کهن رو هم یدک میکشه، بازی که با 121,000 نفر تماشاگر مقابل تیم جوبیلو ایواتای ژاپن برگزار شد و واقعا مثل یه رویا بود. تو سال 2001 استقلال بعد از الهلال عربستان و یوکومای ژاپن سومین باشگاه جهان شد که بیشترین قهرمانی جام حذفی رو داره. استقلال تنها تیمیه که بدون هیچ باختی قهرمان لیگ برتر شده و پر افتخارترین تیم ایرانی تو آسیاست. دوبار قهرمان، دوبار نایب قهرمان و 3 بار سومی آسیا رو از آن خودش کرده. استقلال نماد رنگ آبی ایران و همیشه جزو برترین های آسیاست. اگه استقلالی هستی لایک کن و بگو به نظرت کدوم تیم میتونه این رکوردها رو بشکنه.